سلام به همگی. امروز میخوام بهتون 5 تا نکته رو بگم که چطوری در عرض 9 ماه تونستم مدرک زبان B2 آلمانیمو بگیرم. اولین نکته، هدفتون از مهاجرت هر چی که هست، کاری، تحصیلی یا هر چی، بر اساس اون هدف حجم درسیتون رو تقسیم بکنید. مورد دوم، یادگیری تمام لغات و اسامی با آرتیکله که بعداً کمترین مشکل رو داشته باشید. مورد سوم اینه که 1 ماه قبل از امتحان سوالات آزمون‌های قبلی رو مرور بکنید، تمرین بکنید، چون که بعضی وقتا سوالات آزمون شما یا مشابهه یا حتی تکراری آزمون‌های قبلیه. مورد چهارم اینه که شما زبان آلمانی رو وارد زندگیتون بکنین که خیلی تو بخش شنیداری به شما کمک میکنه. یعنی اینکه اگه میخوای فیلم ببینید به آلمانی باشه، آهنگ، پادکست همش به آلمانی باشه. مورد آخر و مهمترین نکته اینه که استمرار داشته باشیم. یعنی اینکه اگر روزی وقت نداریم یا حال و حوصله نداریم، حتی شده 1 صفحه هم بخونیم، چون که قدم‌های کوچیک برداشتن خیلی بهتر از اصلا قدم بر نداشتن. این قسمتی از تجربیات من بود که به صورت خودآموز زبان آلمانی رو یاد گرفتم. توی پیجم بیشتر از تجربیاتم توی این مسیر به اشتراک میذارم. خیلی خوشحال میشم که اگر براتون مفید بوده من رو فالو بکنین.